شخصی سازی بعضی چیزها خیلی حس خوبی به آدم میده، مخصوصا اگه رایگان باشه و محصولی که به دستت میرسه وقتی میخوای بازش کنی، آنباکسش کنی، برات خیلی جذاب میشه. میتونید رو سایت اپل بعضی محصولات رو شخصی سازی کنید. ایپاد 3 رو انتخاب کردم، روش نوشتم هیلاتل و این آپشن فریه. میتونم بخوام که این روش هک بشه و وقتی واسم ارسال میشه این اتفاق بیفته. تو ایران نمیتونید ازش استفاده کنید چون نمیتونید که بخواید براتون شیپینگ انجام بشه. یا آپشن دیگه که کاربردی تره و خیلی بحث سلیقه و نظر نیست، اینه که مثلا توی اپل واچ ها بندش خب باید سایز دستتون باشه دیگه، مخصوصا خانم ها یا بچه ها خیلی این مشکل دارن که بنده بزرگه براشون. روی راهنمای کامل داره که میگه میتونید اینطوری اندازه‌گیری کنید مچ دستتون رو، حالا هم با متر داره هم با یه کاغذی که خودتون اینجا پرینت میکنید، این پرینتبل تول رو میزنید و سایز بهتون میده و در نهایت وقتی این کارو کردید میید سایزتون رو انتخاب میکنید و ساعت با اون سایز براتون ارسال میشه.